جان با مخلصان یک درود و پیام خودت میفرستونی. سلام علیکم با مخلصان. امروز اومدیم با همراه برادرها که چی میگن شا با انگلیسی چی میشه؟ درایور تست باید ما ترجمان هستیم. prava گرفته سن خب لایق شما در امریکا شهادتنامه رانندگی نداشتید؟ نه من فقط که شهادتنامه رانندگی از تاجیکستان دارم. تاجیکی برای ما اومدیم که ایواز کنیم با امریکایی. خب چند سال در تاجیکستان ماشین رانده بودید؟ از سال 2008 گرفتیم که از سال 2008 گرفتیم کم کم راندگیم بعد گرمانیا در بسیار راندگیم. یعنی برای شما مشکل نخواهد بود؟ نه فکر میکنم که با آسان بگیریم. آفرین. لایق چون در میدان‌های بین‌المللی پرچمبردار وطن است و همیشه در تمام مشکل‌ها با موفقیت سپری نموده است. ما امید داریم که امروز با سر بلند شهادتنامه رانندگی امریکا را به دست می‌گیریم. لایق شما در فلوریدا زندگی میکنید؟ نیت همجا در زندگی دارم. چند وقت شد که اینجا هستید؟ دیم هفته یا 10 روز شدم. خب در روزهای نزدیک اشتراک در یگان سبقت ها در نظر نیست؟ نه در اپریل ماه اپریل سال آینده ماه اپریل. در کجا خواهد بود؟ در کدام بخش امریکا؟ در لاس وگاس نیوادا. سال گذشته در نیویورک بود. من یاد دارم که چقدر جوانان تاجیک شما مخلصی کرده بودند. یکی از ما شاید در نیویورک هم باید با فکرم اگر که رفتن گیره بریده رفتن گیریم نیویورک در با فکرم نیویورک میشود. فینال شاید در نیویورک شود. یکی ایستا بی ویروس هم میدونم در کجا میشه که یکم تورنی در لاس وگاس ایستگی. خب لایق باید حاضر انتظار میشویم نوبت سپردن امتحاناتونه و میبینیم که خب نتیجه چی میشد. موفقیت برای کامیابی. Все молодцы. Сдали? Да, конечно. Can I write the name down? خب لایق سپردید. There is Loik. No, Loik. Loik. It's Loik. Oh, I didn't write the name. Yes, the name that I Как по-английски? Боксер. Boxer. Боксер. Yeah, he's professional boxer. He's famous on his country. On the top. On the top. top. Yes. خب لایق سپردید امتحاناتونه. مبارک شود. Ребята, ну все идем туда, к вам зайду туда внутрь. Я машину перепаркую просто. Да. خب لایق اکنون چی ماشین گرفتنی هستید؟ کدام تمغه ماشینه؟ Lamborghini. Бурuk. Факар не решили. Посмотрим. مایلش برای کار.